سلام زبانمزان. در این درس انگلیسی ما با شما آیدی personal pronouns گپ میزنیم. یعنی ما با شما جانشین های شخصی رو در زبان انگلیسی می‌آموزیم و با شما می‌آموزیم که آنها چند نمود میشن و از یکدیگر چه فرق دارند. رفتیم. بار دیگر سلام دوستان، من صدی و این زبان‌آموز است که هر هفته برای شما زبان انگلیسی می‌آموزد و در این درس انگلیسی ما با شما آیدی جانشین های شخصی یا اینکه personal pronouns گپ میزنیم. برای از چون درس‌ها به خبر نمودن دوستان با صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب ما ابونه شوید و هر هفته با ما انگلیسی خود را بهتر و خوبتر کنید. و امروز ما سر میکنیم آیدی جانشین ها، یعنی جانشین ها در زبان انگلیسی، جانشین های شخصی چند نمود میشوند و اونها رو ما چگونه استفاده برده میتوانیم. رفتیم. در زبان انگلیسی personal pronouns یعنی که جانشین های شخصی دو نمود میشن. یکی از آنها با معنای مبتدا میاد و دیگری از آنها با معنای پر کننده. سر میکنیم از واریانت مبتدا. در عموم در زبان انگلیسی 7 جانشین است و آنها این هایند: I من you تو شما he وای پسر she وای دختر it وای حیوان یا اینکه اشیا و غیر از انسان ما دلخواه چیز در زبان انگلیسی با it اشاره میکنیم. we ما شکل جمع، you شما شکل جمع و they آنها شکل جمع. یعنی این هستند جانشین های شخصی در زبان انگلیسی که ما در دلخواه جمله آنها را میبینیم و استفاده برده میتوانیم. و اکنون واریانت دومی آنها پر کننده است. یعنی جانشین ها همچون پر کننده این هایند. یعنی می مرا می مرا you تو رو him او رو وای پسر رو یعنی her وای دختر رو it آن رو یعنی حیوان رو اشیا رو us ما رو you شما رو و they آنها رو. یعنی چگونه که دیدم دوستان هست جانشین های شخصی واریانت یکم همچون مبتدا میآیند در جمله، یعنی همچون شخصی اول، و هست جانشین های شخصی همچون پر کننده که عمل از بالای آنها اجرا می شود. و باز هم اینها رو ما فرق کرده می توانیم همچون subject و object. یعنی جانشین های واریانت دوم اینها object هستند، یعنی عمل از بالای اینها اجرا می شود و جانشین ها همچون مبتدا آمده آنها subject هستند و آنها عمل را اجرا میکنند. و در مثال های زیرین ما آنها را برای شما خوبتر و پراتر میفهمیم. یعنی باز هم یک دیگر نشانه این جانشین های شخصی در آن است که آنها با سوال who جواب میشوند، یعنی کی را who کی را. و جانشین های با معنای پر کننده می آمدگی آنها با سوال whom جواب میشوند، یعنی whom کی را با کی. مثلا I am looking for my books. یعنی I am looking for my books. Did you see them? یعنی چقدر که گفتیم علاقه عمل از بالای آنها استفاده می شود. Did you see them آنها را. یعنی who is looking for his books? I am looking for my books. Whom did I see? My books یعنی them شکلی جمع. دو مثال: سهراب همچون he. سهراب is eating pizza. He likes it. یعنی وای آن رو نقض می‌بیند. این پیتزا برای سهراب بسیار معقول شد. مثال دیگر: she likes your phone. یعنی she likes your phone. Do you give it to her? یعنی تو وای تلفن رو با او میدهی. یعنی با کی؟ با او رو. To her. مثال دیگر: she is شویرا. I know her کی رو وای رو very well. مثال دیگر: he is a good boy.
وای بسیار پسری خوب است. I told you. I told you. I told you. یعنی من به تو گفته بودم. من به تو گفته بودم که وای پسری خوب است. مثال دیگر. What did you tell them? What did you tell them? یعنی تو با آنها چی گفتی؟ چگونه که دوستان دیدیم در همه این مثال هایی که در این دوسکه شما میبینید همه آنها جانشین ها هم با معنای مبتدا آمدند و هم با معنای پر کننده. در قسم اول جمله وقتی که شخصی که عمل را اجرا میکند وای همچون جانشین همچون مبتدا است و در قسم اخیر جمله که عمل از برای وای اجرا میشود در اینجا مبتدا همچون پر کننده است. یعنی شخص دوم و شخص دومی مهم در این جمله. این دوستان درسی کوتاه آیدی personal pronouns. امیدواریم که این درس برای شما فهمو بود و اگر شما از این ویدیو اگر چیزا مختلف پس حتما این ویدیو را لایک کنید و این ویدیو را با دوستان خود روان کنید. تو درس‌های دیگر دوستان بای.